خوش اومدید به کانال کیان گیمر. امروز اومدیم که با هم اتچمنت M4 رو داشته باشیم. اکتیویژن تازگی ها به همه، تازگی ها که نه، اخیرا به همه M4 لجند داده رایگان، که گفته بود که ایونتش این بود که باید 5 تا مچ پلی بدی تا بهت یه دونه M4 لجند بده. خب ممنون میشم قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم کانال رو ساب کنید و لایک و کامنت بذارید و زنگوله بغلش هم حتما فعال کنید تا هر ویدیو که میذارم شما زودتر از همه باخبر بشید. خب میاین و اتچمنت رو میخوایم ببینیم. این M4 ما هست، M4 لجند به همه داده و من براش اتچمنت چیدم و این اتچمنتی که چیدم این نکته یادم رفت که مخصوص اون کسایی که نقطه زنن. این کاملا اتچمنت نقطه زنیه و به درد بتل و مولتی میخوره و برای هر دوش کار میکنه، ولی بتل به نظر من چیز بهتری میده، چیز بهتر نشون میده خودشو. خب بریم اتچمنت رو ببینیم. از بریل شروع میکنیم. OWC مارکسمن میذارید که ADS تایم بهتون میده، نه ببخشید ADS تایم براتون میاره پایین و دمیج رنج بهتون میده و کلی قابلیت دیگه. خب میریم روی اپتیک. خب این اپتیک ما میذاریم روی کلاسیک رد نات سایت، همین رو میذارید که قدرت زوم بهتون بده. برای استوک هم RTC SCD استوک میذارید که بازم بهتون ADS تایم میده و هیتفین بهتون میده دیگه. خب برای تیرهاش هم که ما چلران میذاریم که اگر روی چیز بذاریم، روی 50 هم بذاریم بهتون ADS تایم کم میده، ADS تایم میتونه میاره پایین. برای ریر گریپ هم میذارید روی همین که بازم خوبه، بذارید روش و ببینم همین خوبه. خب اینم بود از اتچمنت M4 و امیدوارم خوشتون اومده باشه و بازم میگم که کانال رو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله بغلش هم فعال کنید حتما که هر ویدیویی که میذارم شما زودتر از همه باخبر بشید. پس خدا نگهدار.